پیام امروزم خیلی کوتاه است. خواهش من از تمام تاجیکان است که کار کنین، تنها شنونده و بیننده نباشین، حرکت کنین، انجام دهنده هم باشین، کار کنین، زحمت بکشین، معلومات را به دیگه تاجیکا برسانین و فکر ملتتان باشین. تو چی وقت شما همیشه در انتظار ازی هستین که کسای دیگه به شما کار کنن و این خطرناک است. این سبب پسمانی ما شده که در انتظاری هستیم که کسای دیگه همیشه برای ما کار کنن. هر انسان باید مسئولیت خود را ادا کنه. هر انسان باید کار خود، اندازه خود کار خود انجام بده. من نمیتونم کار شما را انجام بدم و نباید هم انجام بدم. شما خودتان یک انسان هستین، مسئولیت دارین، در دنیا هستین، عضو جامعه انسانی هستین، جزء جامعه انسانی هستین و شما باید کار کنین، زحمت بکشین، حقتان ادا کنین. شما کوچکترین کاری را انجام نمیتین و فکر کردین که ملت تاجیک به حرف زدن بهتر میشه، یک جا میشه، متحد میشه، قوی میشه، نیرومند میشه، توانمند میشه. ناممکن است. شما باید زحمت بکشین که ملت تاجیک از مشکلات بیرون شد. شما باید وظیفه‌تان و مسئولیتتان را ادا کنین. ملت تاجیک وظیفه‌تان را ادا کنین. خب کسایی میگن در برنامه خودت 10 نفر 15 نفر بیشتر نمیان، برنامه تماشا نمیکنه. ما به فکر از این مسائل نیستم. اصلا کسی نبیه، اصلا گوش نکنه. ما وظیفه خود ادا میکنیم، ما مسئولیت خود ادا میکنیم. فردا پیش وجدان خود، پیش نسل بعدی خود این مسائل کلش ثبت صفحات اجتماعی میشه. کسی حق نداره که باز بگه که اسلام صدیقی به فکر ملت خود نبود. من اندازه توانایی خود، اندازه ظرفیت خود کار میکنم، وظیفه خود ادا میکنم. هر تاجیک باید کار کنه، زحمت بکشه، دست تاجیکای خود بگیره، تاجیکای خود بیدار بسازه. تاجیک باید سنگین باشه، تاجیک باید با غیرت باشه، تاجیک باید ورزشکار و قوی باشه، تاجیک باید بیدار باشه، تاجیک باید زیرک و دانا باشه. تاجیک نباید فریب کسی را بخوره به نام مسلمانی دروغی، به نام برادری دروغی، به نام وحدت ملی. به فکر ملتتان باشین، هوشیار باشین، با خدا باشین، با تقوا باشین، راستکار باشین، صادق باشین و از تمام ارزش‌های تاجیکیتان، تاجیک بودنتان پاسداری کنین. بهترین کار همین است. از زبان پارسی که زبان ما هست، زبان مادری ما هست، زبان علم و فرهنگ ماست، زبان دانشمند ماست، زبان بزرگ ماست، زبان تاریخی ماست، حفاظت کنین، پاسداری کنین.